برنامه رو با یک داستان کوتاه شروع میکنم. عرضم به حضورتون که پدرم شلوارش تو اداره پاره شد، رفت یک شلوار دیگه خرید که 15 سانت بلند بود. اومد به مادرم گفت اینو 15 سانت برام کوتاه کن. مادرم گفت الان من کار دارم نمیرسم، بشه بعد، بذار بره بعد. رفت به خواهرم گفت بابایی من فردا امتحان دارم، میخوام درس بخونم، بذار بعدن. هیچی، بالاخره بنده خدا مجبور شد خودش بره تو اتاق تنهایی بشینه 15 سانت شلوار رو کوتاه کنه. آخر شب که همه خوابیده بودن، مادرم دلش به رحم اومد و خیلی دلش سوخت. گفت که این فردا میخواد بره اداره، شلوار نداره. 15 سانت شلوارش رو کوتاه کرد. صبح اول وقتم که همه خوابیده بودن، خواهرم بلند شد رفت 15 سانت دیگه هم اون کوتاه کرد. هیچی دیگه، بالاخره پدرم با شلوارک رفت سر کار. ناکس نکنه فکر کنی که ما نفهمیدیم این وسطا. میخوای بگی که بابات بالاخره یه چیزی براش موند که باش بره سر کار، ولی تو داستان قطع رابطه‌های دیپلماتیک برای مقام عظما هیچی نموند. بزن آقای دکتر، بزن رو درواسی نکن. تقصیر منه که مقام عظما به این روز افتاده که استراتژیست نظامش بهش بگه هیچی ندار. باید همون وقتی که به این بدبخت مفلوک گفتن روزخونه دوزاری، من نامرد غیرتی میشدم میگفتم اگه این روزخونه دوزاریه بدبخت نمیدونسته میشه مقام عظمای ولایت، وگرنه درس میخوند. والا عظمای بدبخت بیچاره اگه یه دوست مثل تو داشته باشه 1000 تا دشمن نمیخواد. این دفاعی که تو کردی از میش بکنی میره پیشواز گرگ، تعظیم هم میکنه بهش. کی مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که طرف تازه خوابش برده بود، دیده که بالا سرش داره شوخی میکنه و قلقلک میده کف پاشو، فکر کرد خارزادشه، گفت نکن پدر سوخته. یهو چشو باز کرد دید باباشه. بابای عصبانی مادرش رو صدا کرد، گفت بفرما تحویل بگید، پسرت به من میگه پدر سوخته. مادرم تازه از خواب پا شده بود، گیج بود، گفت غلط کرده، پدر سوخته خودشه. بابای گفت تو نمیخواد طرفداری کنه، تو برو غذا تو بپز. آیه دکتر بیا اول برنامه دعوا نکنیم. هم من میدونم هم شما که اوضاع مقام عظما خرابه. من یه بدبخت روزخونی دوزاری گفتم بهش، تو هم یه میش این به اون در سوال کنیم. منم به اندازه اوضاع مقام عظما خرابتم. قربونه هرچی آدم با معرفت داره با مرامه. درسته که میش که من گفتم پیش چیزایی که تو بهش گفتی میشله، ولی بزرگتر باید ببخشه. بذار بریم سر سوالات. آیه دکتر غصه تو دلم گرفته. بیایم از این وحشت بزرگ و برحقی که سر تا پای نظام رو گرفته استفاده مثبت بکنیم. مقام عظما به جای چنگ و دندون نشون دادن با حاجی رفسنجانی صداش کنه، واقعیت رو بهش بگه مگه نمیبینی که اوضاعمون داغونه؟ عربستان و بحرین و سودان و همه با ما قطع رابطه کردن، بقیه هم تو نوبت قطع رابطه‌ان. هرچی هم تو سازمان ملل میگیم غلط کردیم و گونی شکر خوردیم، کسی قبول نمیکنه. تحریم و سوریه و قیمت نفت و همه بدبختی‌ها با اون بیان تاثیرگذار خودشون حاجی رفسنجانی رو نرم کنن. ناراحت نباش، تا غم داری قصه نخور. تاثیرگذاری بیانشون که اصلا حرف نداره، چه تو جوانای اروپا و آمریکا چه تو داخل نظام. حکایت خودمه که این بار رفتم سوپر، دیدم نوشته اینجا مجهز به دوربین مدار بسته است. گفتم این دوربینتون کجاست؟ طرف اشاره کرد به قاب بالای سرش، دیدم نوشته وجدان. گفتش که این بهترین دوربین مدار بسته دنیاست. خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، همینطوری که اشک تو چشام جمع شده بود چند تا چیپس دزدیدم. روشن شد یه همچین بزنم که تحت تاثیر قرار بگیری، اشک تو چشام جمع شد. دکتر به نظر من مقام عظما نباس از این ترس و وحشتش خجالت بکشه. هر کی اینطوری تو طوفان بحران ها گیر کنه همین روان پریشی رو میگیره. مردشور دلداری دادن تو ببرم. دکتر با یه داستان فلسفی رزمی حرفمو روشن میکنم. روزگاری مردی سامورایی میزیست که میتونست به تنهایی 12 مرد جنگجو رو شکست بده.
روزی 13 مرد جنگجو به او حمله کردن و فکش و پیاده‌ای کردن گذاشتن کف دستش. آی دکتر، داستان شلیک راکت تو خلیج چی بود؟ چرا سپاه و نیرو دریایی افتادن به تکذیب کردن؟ فقط مونده بود خود مقام عظما عمامه رو باز کنه بندازه دور گردنش بیاد بگه غلط کردم. آخه یه راکت که این همه غلط کردن نداره. یه راکتش که مهم نیست. اولش کردن کلفتی کردیم، بعد چشقوره آمریکا نظام افتاد به غلط کردن. راکت داریم تا راکت. تو میدونی قانون 12 نیوتن چی میگه؟ نه، ولی میدونم فیزیک خیلی آسون میشد اگر به جای سیب خود درخته میافتاد رو کله نیوتن. آفرین. قانون 12 نیوتن میگه واحد اندازه‌گیری فاصله متر نیست، حالش که نداشته باشی یه قدم هم و یه متر هم خیلی دوره. روشن شد یا همچین بزنم که یه متر بیفتی اون طرفتر بعدم حال بیاد. آیه دکتر، مقام عظما برای ائمه جمعهش حرف زد، ولی چرا یک کلام از بدبختیایی که داره از سرکول نظام بالا میره نگفت؟ فقط بحث انتخابات کرد. خب از این همه بدبختی های نظام که حساب بکنی این از همهشون بزرگتره دیگه. آخه چرا همدیگه رو ول نمیکنن؟ اون هم میگه انتخابات، این هم میگه انتخابات. خب سر همین سال کنن دیگه. سر همین دارن جنگ میکنن. تو کجای کاری؟ پاچه همدیگه رو سر همین گرفتن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن که یارو رفیقشو با سر و صورت خونی برد بیمارستان اورژانس. دکتر گفت چی شده؟ یارو گفت هیچی، کباب خورده با پیاز. دکتر گفت چه ربطی داره؟ یارو گفت چه ربطی داره؟ سهم منو خورده. روشن شد یا همچین بزنم که انگار چلو کباب و پیاز منو برداشتی خوردی با کوبیده اضافه، با زرده تخم مرغ تو اون ظرف کوچولو و قشنگا، با هزار تا. آی دکتر، میدونم که روی چلو کباب خیلی حساس و غیرتی هستین، ولی وقت برنامه تمامه. صبر کن میدم ناکس، بحث چلو کباب ها آبروی مقام عظما نیست که میتونی باش شوخی بکنی. تو نمیتونی سماق و دوغ گازدار رو ندیده بگیری این وسط. عظما رو از سماق کمتر کردی آی دکتر. باز میگفتی ریحون و گوجه فرنگی یه چیزی کوبیده اضافه، یه چیزی. تو عظما رو میدازی وسط. آخه چه کار داری این بدبخت فلنگ زده رو میاری میکنی زیر سماق؟ اقلا